سیلور پلی باتوم یا همون لوح نقره‌ای یوتیوب که به تازگی خیلی از بچهای یوتیوبر ایرانی مثل آریا و میا گرفتنش و خیلی هاتون هم میدونید که با 100 تا سابسکرایب به دست میاد. ولی این تنها لوحی نیست که یوتیوب میده، بجز این لوح 4 تا لوح دیگه هم هست و با هم میخوایم اطلاعات و شرایط داشتنشون رو با هم دیگه ببینیم. حتما یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که با این کار حمایت زیادی از من میکنید. بی معطلی بزن بریم. خیلی خوب، اولین لوحی که ما تازگی داریم خیلی میبینیمش تو محتواسازای ایرانی، لوح سیلور پلی باتوم یا همون لوح نقره‌ای هستش که این لوح به ازای 100,000 تا سابسکرایب به دست میاد. لوح دومم گلد پلی باتوم یا لوح طلایی هستش که این به ازای 1,000,000 سابسکرایب به دست میاد و کانالای ایرانی فکر کنم فقط آرش به این تعداد سابسکرایب رسیده. لوح شماره 3 لوح دایموند پلی باتوم، این لوح که لوح الماسی هستش به ازای 10,000,000 سابسکرایب به دست میاد و از ایرانی‌ها من کسی رو نمیشناسم به این تعداد سابسکرایب زیاد رسیده باشه و فکر کنم خیلی باش فاصله داشته باشیم. چهارمین لوح هم لوح شخصی سازی شده یوتیوب هستش که این لوحو معمولا یوتیوب بر اساس همون فردی که به 50,000,000 سابسکرایب رسیده شخصی سازیش میکنه و تحویل میده و به خاطر همین مدل‌های مختلفی واسه هر کسی داره. مثلا واسه پیودیپای که این لوحو دریافت کرده مشتش حالت مشت مانند داره که یکی از نمادهای پیودیپای هستش. و لوح آخری که فعلا یوتیوبرهای جهان بهش رسیدن رد دایموند باتومه که یه جوری میشه شبیه الماس قرمز که این لوح برای 100,000,000 سابسکرایبه. اولی شت که خیلی باش فکر کنم دیگه ما فاصله داشته باشیم. مثلا جمعیت ایران الان چیزی نزدیک به 90,000,000 نفره، 10,000,000 نفر شاید کم بیاد. ولی این لوحو تو دنیا فقط 2-3 نفر گرفتنش، یکیش تی سریزه، یکیش هم پیودیپایه و خیلی لوح قشنگ و شیکی و فوق العاده خوشگلیه. و خب این همه لوح‌های یوتیوب نبود. درسته که تا حالا کسی بالاتر از این لوح‌ها رو نگرفته و همینجوری که معلومه یوتیوبرهای ایرانی مثل جهانی‌ها دارن پیشرفت میکنن و ممکنه که یکی بالاتر از لوح 100,000,000 سابسکرایب هم بگیره و اون لوح‌ها هم کلی شکل‌های مختلف داره ولی هنوز کسی از شکل و قیافشون اطمینان 100% نداره، چون اون لوح‌ها رو باید صبر کنیم خود یوتیوب بدتشون و اون موقع بفهمیم چه شکلی هستش. ولی اگه دوست دارین که اون لوح‌ها هم با هم دیگه ببینیم حالا چه مدلی هستن تقریبا، حتما لایک کنید و بچه‌ها کانال رو سابسکرایب کنید و حتما کامنت بذارید که دوست دارید ادامه اینجور ویدیوهایی رو بذاریم یا نه. و مثل همیشه توی ویدیوی بعدی میبینمت. بای بای.